ما توی اصفهان یک ماهی داشتیم به نام آفانیوس اصفهانسیس که مختص زاینده رود بوده، یعنی زیستگاهش فقط زاینده رود بوده. متاسفانه به علت خشک شدن چند باره زاینده رود این ماهی دیگه تو اون زیستگاه نیست و تنها جایی که میشه این ماهی رو دید اینجاست، چشم دستگرد جرقویه. ما امروز میخوایم اگه شد از این ماهی فیلم برداری کنیم و شما رو با این ماهی بیشتر آشنا کنیم. اینجا یکی از معدود زیستگاه‌های باقی مونده ماهی آفانیوس اصفهانی هست. یک نمونه ماده و یک نمونه نر رو الان برای آشنایی بیشتر شما توی اکواریوم داریم که ببینیم. ماهی آفانیوس اصفهانی یک گونه اندمیک یعنی بومزاده که ویژه اصفهان، زاینده رود و تالاب گاوخونی و منطقه شرق اصفهان هست و در هیچ کجای دیگر جهان وجود نداره. این گونه که متاسفانه الان زیستگاه خودش رو از دست داده، رودخانه زاینده رود خشکه، تالاب خشکه، در زمانی که در مادی‌ها و شهر اصفهان توی رودخانه زاینده رود بوده به عنوان یک سرباز بیولوژیک حافظ جان و سلامتی مردم اصفهان بوده، با خوردن لار و حشرات از گسترش بیماری‌هایی مثل مالاریا جلوگیری کرده. گونه بسیار زیبا و منحصر به فردیه. یک تیم مردمی هستیم که حدود 6 ساله داریم در چند بخش این ماهی رو حفاظت می‌کنیم و خدا رو شکر با تلاش‌هایی که انجام دادیم و هنوز هم خیلی جا داره، هنوز داریم کار می‌کنیم، شاهد افزایش جمعیتش توی منطقه جرقویه هست.